غلطیده پایم شکست. کاش که با فوق میزدی و جاغه کت میشکست زنک. چهره هنرمندی شناخته و محبوب شادی صالح برای تمام دوستداران تئاتر و سینمای کشور آشناست. او یک تن از ستاره‌های پرجلوه صنعت تاجیک است که همه نقش‌های آفریده‌اش به دل تماشابینان راه یافته و در خاطرها نقش بستند. شادی صالح 50 سال است که روی صحنه هنرنمایی می‌کند و با گذشت هر سال با نقش‌های گوناگون با تماشابینان روبرو می‌شود. بخشیده به فعالیت ایجادی این هنرمندی توانای صنعت تاجیک در تئاتر جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدوف محفل دایر شد. در این چورابینی نمایش تحفه از مهاجرت که از جانب شادی صالح تهیه شده است و تا حال یکی از اسپکتاکل های تماشابا به این تئاتر به شمار می رود نمایش داده شد. باید گفت که سهم شادی صالح در این نمایش تنها کارگردانی نیست، او همچنین مؤلف اثر بوده، همزمان در اسپکتاکل تحفه از مهاجرت یکی از نقش های اساسی را بازی می کند. صنعت‌شناسان میگویند که شادی صالح از زمره کمی هنرمندان است که چنین توانایی را دارد، یعنی هم پیسه می نویسد، هم کارگردانی می کند و هم نقش می آفرد. از من در زمستان برف نمیگیری. برای چی نداره؟ دورمون نمیدیم. من در یک مقالم آوردم که استاد شادی صالح رو مولیر تاجیکان نامیدن ممکن است. ژان باتیست د پاکلین مالیر در فرانسه خود پیسه می نوشت و خودش کارگردانی میکرد و خودش نقشه رو می آفرید. استاد شادی صالح از همین قبیل هنرپیشگانی هستند که خودش می نویسد، خودش اجرا می نماید، خودش کارگردانی می کند. شادی صالح دوام فعالیت 50 سالش توانسته است برای رشد صنعت تئاتری کشور نقشی باسازا گذارد. او یکی از پایه‌گذاران تئاتر جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدوف دانسته می شود. فعالیت ایجادیش محض با گشودن درهای همین تئاتر شروع شده است. شادی صالح در دراما نویسی هنری والا دارد. قریب همه نوشته هایش موفقانه صحنه‌نویس شدند و با گذشت سالها محتوای خود را گم نمی‌کنند، بلکه سال سال دایره تماشابینان پیسه های او می‌افزاید. خطی منو خطی تو بهتر. بسیار گپ زده شروع میشه. چرا که پیسه های استاد شادی صالح روی صحنه همیشه روی صحنه هستند؟ چون که نازکی های کار صحنه را خیلی خوب میدونند. هر یک گرد صحنه را، هر یک سیر و اسرار صحنه را، هر یک گویم برار و نابراری های کار تئاتر را میدونند، چون که خودشان به واسطه در تئاتر کار میکنند. دیگر درامنویسان فرض کردیم در اتاق کاریشان، در دفتر کاریشان یا خانهشان نشسته می نویسند، بسیار چیزهایی را نمیدانند که در صحنه رخ میدهد، در تئاتر رخ میدهد. استاد شادی صالح از قبیل این هنرپیشگان و درامنویسانی هستند که همه این سیر و اسرار را به خوبی میدانند. نمایشنامه‌های نوشته شادی صالح نه تنها در تئاتر جوانان شهر دوشنبه بلکه در تئاترهای دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری نیز روی صحنه آمدند. بعد از تماشای نمایش تحفه از مهاجرت که این دفعه نیز با کف‌کوبی‌ها استقبال شد، معاون اولی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان عابد نظریان، نمایندگان اتفاق نویسندگان تاجیکستان، دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده، تئاترهای کشور، هنرپیشه و کارگردان‌ها و دوستان و شاگردانش سخنرانی نموده شادی صالح را با فعالیت نیم عصره‌اش که سرمحصول و نتیجه بخش میباشد تبریک و تهنیت گفتند و در فعالیت من بعدش برای کامیابی‌ها تمنا کردند.